ماه مبارک رمضان ماهی است که فضیلت و بزرگی و برکتش بر هیچ مسلمانی پوشیده نیست. پروردگارا رمضان را توشی نه برای یک سال ما بلکه برای یک عمر قرار بده. پروردگارا ما را از رمضان راضی و خوشنود و رمضان را از ما راضی بگردان. پروردگارا توفیقات و برکات شب قدر را نصیبمان بفرما. پروردگارا در ریانی که در بهشت مخصوص روزداران است و به فردوس اعلی باز می شود بر روی ما بگشای و ما را از این در به جنت الخلد خودت داخل بگردان. پروردگارا رمضان را سالهای متوالی و زمانهای متعدد به سوی ما در بگردان.